راجع به اون ویرون که ما هر چی داریم از شما بزرگوار داریم و در دنیا بی‌نظیر است، اینم یه واقعیته. بعد با دخترم که الان دانشگاه نرفت، فقط این راهو ادامه داد، بازم شما باعث شدید اونقدر از بچگی استاد کمبری گفتیم، خود به خود عاشق شخصیت شما شدن و این عشق باعث شد که تمام زندگیش الان شده ساخت ویولون. راجع به این ویولون که الان ساختن آوردیم خدمت شما، میخواست بدون که تو چه حد هست میتونید ادامه بده، شما تایید میکنید؟ تایید اینطوری نباشه که خدا نچه سوء استفاده باشه، شما چه با کسی تعارف ندارید. نه من یک مقدساتی دارم تو زندگیم، نمیگم اصلا هیچ وقت خطا نکردم، خطا رو بشر این خطا ما نداریم، ولی باور کنید یه مقدساتی دارم، هیچ وقت چیزی که به نظرم برسه خوبه نمیگم بده، چون میدونید که جامعه ما یه کسی یه ویولون میده دست یه کسی میگه آقا فراغتشو اول من بعد اینو تایید میکنم، ولی نه، الحمدلله اینو بزرگان به من دادن، من چیزی نیست. خدا شاهده این ویولونی که من الان زدم چه از نظر فرنگی کار چه از نظر ایرانی کار، این ویولون به دست هر دوشون میخوره و سونوریته فوق العاده ویولون داره، اصلا بی نهایت. چون ما واقعا تشخیص میدیم برای اینکه تو ایران زندگی هستیم. اون بیپاری ها میگفتن این ایرانی خوب میخونه فرنگی خوب نمیخونه، این هم ایرانی ولی خب ایرانی با تکنیک، هم خوب میخونه هم خوش صداست. مهمترین چیز که اروپایی ها بیشتر رو این تکیه میکنن، اولین بار به ورنی ویولون نگاه میکنن. واقعا ورنی ویولون که من نگاه کردم اصلا فوق العاده اصلا کوچکترین ایرادی توی این ویولون من دوستم بگیرم. امیدوارم که نمیتونم بگم بهتر از این دیگه به ویولون مگه یه اسم دیگه براش بذاریم، بهتر از این میشه که سازهای شما بهتر از این نیست دیگه. واقعا خود منم حقیقت چه دروغ بگم، این عشقی که در این خانواده هست افتخار میکنم که این عشق جامعه به من داد. تو خانواده نبود ولی چیزی که بعدا من خودم دخترم گذاشتم هنرستان و اینا، ولی از تو خانواده همیشه آزار و اذیت بود. ولی خب مرحوم صبا و کسان دیگه بودن که من هدایت کردم. اضافه بر تمام اینها محبت خانواده شما، آقای اکبری، آقای هوشنگ اکبری و فرزندانتون، حتی خانمتونم، واقعا هر وقت من یادم میمدم به شما فوق العاده بود. آقای اکبری چیزی که شما دارید احتیاج به گفتن نداره، من فقط جواب شما رو دادم، این خودش میگه به جامعه آخر سر که چی دارید. دست شما رو میبوسیم، ما هر چی داریم از شما بزرگوار داریم، شما یه دریا هستید، ما نسبت به لیاقتتون از شما برداشت کردیم، فقط از خدا کمک میخوام که درک فهم ما رو کمک کنم، ببره بالا تا بیشتر شما رو بشناسیم. قربان محبتتون، تشکر میکنم.